سلام، وقت شما بخیر عزیزان دل. انشالله که خوب باشین، صحتمند باشین، در هر کشوری که زندگی میکنید. خوش آمدین به یکی از برنامه های نسبتا خاص، مهم شاید باشه، نمیفهم دیگه. چی حال دارین؟ دمی آغاز چینل ما رو سابسکرایب کنین، لایک کنین، شیر کنین. منتظر کامنت های بسیار مقبول شما هستیم راجع به اینکه برنامه در هموطنهای دوست داشتنی که همیشه بیننده ما هستین. تشکر. همیشه صحتمند باشین و در پناه خداوند باشین و ما را از دعایتان فراموش نکنین. امروز من در برنامه تنها هستم. حالا دیگه ساعت تا میبینین که چند بجه، 3:30 بجه روز است. سال جان وظیفه است، ما یکان کارکای خورده ریزه بود در خانه رو انجام دادم و بعدا گفتیم بیاین که یک برنامه بگیریم، چون زیادتر از دوستان در صفحات مجازی سوال کرده بودن که یک چند سوال بسیار مهم و سرنوشت ساز که هیچ کس باورش نمیکنه و خواستم که من جواب بدم. دو موضوع بسیار مهم، دو موضوع میشه. یک موضوع ازی که ما عرضی کردیم و موضوع دوم موضوع ازی که چینل ما را فروختیم به همراه بچه خاله ما عرضی کردیم و اینجا آمدیم. ما میخوایم امروز راجع به این موضوع به همراه شما صحبت کنم که آیا این موضوع راست است؟ اگر حقیقت است چرا پد کردیم؟ اگر نیکی نیست چرا دوستا درباره ما یک قسم سوال میکنن یا که میخوان ما را تخریب کنن یا از دید بیننده های ما را بندازن؟ میخوایم این موضوع را به شما بگویم و زیاد از دوستایی که مثلا برنامه میگیرن و درباره ما هر چی میگن و دلشان ما امروز از اونا کار نداریم. میگه عیسی در دینش، موسی در دینش، هر کس که هر چی دلش میخواد امروز انجام بده. و خب به هر صورت میاییم سر موضوعی که زیاد شما گفتین. من نمی‌فهمم که موضوع چطور در فکرتان خطور کرد. ما به شما گفتیم امروز اول که ما تصمیم داشتیم، البته در چینل قبلی که گفته بودیم که ما میخواهیم بریم کشور ایران. اگر مشکلات سر ما زیاد شد طبیعی است که ما رفتنی هستیم. باز بنا بر مشکلاتی که پدرجان و مریض شد نشد که ما بیاییم. آنها باز ویدیوهاش در چینل قبلی هست، در چینل کرشمه ایبی فامیلی بلاگ دمو هست. به من خاطر نشد و تصمیم دفتنی ما که ما چطور ایران آمدیم و ما ممرای بچه خالیم. میخوایم موضوع اول بر شما بگویم که ما با کسی که ما آمدیم بچه خالی اصلیم نیست، قومای دور مادر جانم است. خب ما دیگه بچه خاله میگیم. با شکر خدا 4 تا بچه خاله دارم. 4 تا نه که 5 تا نام خدا. 5 تا بچه خاله دارم. 2 تا از خاله کلانم، 2 تا از خاله خوردم و 1 تا از خاله خوردم است که نمیفهم در کابل است نیست، چون در ولایت است، نمیفهم در کدام ولایت است. و من موضوع ازی که شکر خدا 5 تا بچه خاله دارم. خداوند همگیشان نگاه کنه، هر کدامش بزرگ شده، یکش تازه عروسی کرده و 4 تا دیگیش مجرد هستن، خرد هستن. و امروی کسی که ما آمدیم این قومای مادر جانم است. البته در یک منطقه ما کلان شدیم، بودیم، قرابت فامیلی داریم، رفت آمده خانهشون زیاد است. از این خاطر وقتی ما آمادگر شدیم او هم تصمیم داشت بیای، اما چند بار دیگه میخواست، به می خاطر تنها بود. و ای بار که من تصمیم گرفتم امروی سایل جان گفت، چون سایل جان خورده است، راه بسیار خطرناک است. طبیعی است که راه بسیار خطرناک است. باور کنین دوستان تجربه بسیار سخت است که من بعض وقت مثلا یاد میکنم مثل که حال گلونو پر شده این قسم میشم. بعد امروی ما آمد بسیار راه حرکت ما بود. خیلی بینم مثل دی که ساحل برادرم است، اما قسم او هم برادرم گفته، برادرم واری امروی ما بود و این سفر بسیار طولانی را امروی ما یک جای سپری کرد. واقعا سخت بود، جایی که تا رفتنش بسیار مشکل بود. امی بچه خالیم امروی ما بود و دست ما را گرفت. من سایل جان خودش و بیشتر از همگی سایل و بچه خالیم نامش حکمت است، حکمت جان
همراه ما خلاصه زیاد متوجه ما بودن. مرا میگفتن که باش که چی میگن کرشمه زیاد خسته نشه و جایش اگار نشه. گرچه پای ما کار شد تمو پاسگاه آخره که ما رسیدیم که بس سبایش که ما شیراز میرفتیم. از سر شب مثلا از 9 بجه شب ما تا 2 بجه شب از این طرف تا اون طرف که تیر شدیم در پاسگاه بودیم، خواب بودیم، پایم بسیار کندیده بود، رک شده بود، خیلی وضعیت خراب داشتم. یکی هم یک جایی که درخت خرما بود، واقعا بسیار سخت بود بر ما اونجا. این دو تا بیچاره دیگه خب مرد است، مرد در هر حالت تحمل میکنم، اما با یک دختر بسیار مشکل است. باور کنین بسیار حالتم خراب بود. گرمی به او اگه زمستانی بود از خنک میمردیم، اگه گرمی هم بود از تشنگی. بسیار سخت بود بر من که هیچ او پیدا نمیشه تا ما خلاص شده بود. متاسفانه او ما خلاص شده بود دیگه. تا وقتی که صبح میشد باز امروز یک روز عجیب بود که هیچ صبح نمیشد. خب بالاخره آمدیم. آلو بچه که خالیم در یک رستوران کار میکنه، از ما خیلی دور است، همراه ما زندگی نمیکنه. قوم خیششان اینجا زیاد است، بچه خالیش، بچه امیش، فامیلشان خلاصه در ایران زیاد است. کلشان قانونی آمدن و اینجا هستن. ما بیچاره دیگه متاسفانه مشکلات بود دیگه. نه کلگی دوستای عزیز که از راه قانونی آدم بیایه و سفر در طیاره و تکت گرفتن و ویزا گرفتن به همگی خوشایند است، اما وقتی که امکاناتش نباشه بسیار مشکل است. مثلا من خیلی دوست داشتم که سفر داشته باشم در طیاره، من این راه بسیار خطرناک نمیخواستم بیایم، اما خودتان آگاه هستین که شرایط بسیار مشکل شده بود. پاسپورت نداشتیم، گرچه من پاسپورت داشتم اما وقتش خلاص شده بود. من وقتی که امارات آمد من میخواستم تمدیدش کنم، نشد دیگه. ما پاسپورت بند شد، از این خاطر نشد دیگه. این قسم مشکلات بود که ما آمدیم و میخوایم یک موضوع رو بگویم که دوستا در صفحات مجازی زیاد از ما پرسان کردن وقتی که ما لایف آمدیم، میگن که چینل تان فروختین و آمدین ایران. عزیزای دل، یک چیز براتان یادآور شوم که چینل ما را ما نفروختیم. فعلا هم امی حال هم در تلفنم باز است و اما یوتیوب استودیو کل چیزش هست، اما گپ مهمش ای است که نمیفهم چرا به کدام دلیل چینل ما را خراب کردن. وقت که از کدام دشمنی نداشتیم، کدام خصومت شخصی نداشتیم، ما کار خود میکردیم. آن خودتان از زندگی ما خبر هستین که شکر نمیشرمم که این رقم زندگی داریم یا همه قسم زندگی ما سپری میشن. خودتان میفهمین ویدیوهای ما هست، خانه ما هست. شکر خدا هیچ گپ و هیچ دروغی در برنامه ما نبوده و نیسته. اگر شرایط خراب هم سر ما برنامه گرفتیم، اگر روز بعد هم داشتیم ما برنامه گرفتیم گفتیم باش که همین ویدیوهای ما دیده شد و از طریق قزمی یک خوبی از هموطنهای ما به ما برسه که ما بتانیم آید بگیریم. و خوبی از اینا همیست که وقتی برنامه ما رو میبینن اون با ما کلان گپ است. ما نخواستی از کسی داشتیم و نه تقاضای پول از کسی داشتیم و نمیکنیم. خب این دوستایی که مثلا در فکر ما بودن و ما را دوست داشتن خودشان همراه ما به تماس شدن و مهربانی خدا کردن، این خود گپش علایده است. ما همگیش دوست داریم و احترامانه قلبا ازشان خیلی سپاسگزار هستم از اینکه در شرایط سخت و قند ما رو بعضی کسا گرفتن و تا حال از این لطفایشان چی میگن چشم‌پوشی نمیکنم و همیشه هر جای باشم این محبتشان همیشه در قلبم است، چون من در شرایط بسیار سخت دستم گرفتن. خداوند خیرشان بده. یعنی گپ دی بود که ما از کس خود چیز نخواسته بودیم. و ما موضوع فروختن چینل ما رو نفروختیم دوستای عزیز. چینل ما هست، اما چرا ما دیگه چینل جور کردیم؟ به خاطر ازی که چینل ما رو وقت خراب کردن، چینل ما از آید برآمد، یعنی از مونوتایز برآمد. شاید دوستایی که بفهمن مونوتایز چیست خودشان بهتر میفهمن. از مونوتایز برآمد یعنی چی رقم که از آید برآمد. هر ویدیویی که مثلا ما پرتیم بوده که بیفایده است، آید نمیکنه، هم قسم ویدیو انداخته میشه اما ناق.
چون خودتان میفهمین که اگر ما زحمت میکشیم سر یوتیوب طبیعی است به خاطر ازی که ما یک چند رو پایت بگیریم، چون فامیلم یک زندگی خوب داشته باشن. حالا که من اینجا آمدیم من مجبور شدم که دیگه تلفن بگیرم با همون پیسه چینل که ما مثلا نگاه کرده بودیم به روز بعد کار ما بیایه، دیگه تلفن گرفتیم، دیگه ایمیل جور کردیم، چینل دیگه ساختیم و خدا کنه که چینل ما خدای نکنه، خدا نکنه کس خراب نکنه. من نمیفهم چی دشمنی دارن امرای ما که میان چینل ما رو خراب میکنن. چی خب چی بگویم دیگه؟ من نمیفهم. ما کسی کار نداریم، اگر کسی کتما زد داره خب بیاین بگوین وقت که چی مشکل داره. من دیگه یک قسم در این روزا باور کنین دوستای عزیز، وقتی که آدم مسافر میشه این چیز برش خوشایند نمیشه، دوری از فامیل. من یک وقت میگفتم من این جای نمیخوایم برو، من تا باور کنین دوستای عزیز که حتی در فکر ازی هم نبودم که من بخوایم بیایم ایران، در ایران زندگی کنیم و تو خانه که من میخواستم جور کنم. شکر هزار بار شکر به همه چیز، شکر خداوند که همه قدرم برای ما داد، شکر که در پیروز نیستیم، در سرک نیستیم، اما مشکلات خودت داره. خانه بسیار قیمت است اینجا، به جز اینترنت کارت موبایل دیگه به نظر من همه چیز اینجا خیلی قیمت است، خیلی زیاد. و من میترسم که لهجه نگیرم دیگه. خیر لهجه گرفتن اینجا بسیار زیاد است و از زبان ما تو میخوره که زود لهجه میگیرم. خدا کنه بعض دوستان گفته بود که لهجه نگیری اما کوشش بندگی خدا میکنیم. و دوستای عزیز بیاین که مرحله گپ مهمه با شما بگویم که چرا ایتی گپ زدین، به خاطر از که ما عروسی کنم نکنم. آخر این موضوع بسیار مهم است، بیاین براتون بگویم. خب اولا خب ببخشین که بیارایش آمدیم. چهره اصلی ما رو زیاد کسا چهره اصلی تبینم، چهره اصلی تبینم. اینه چهره اصلی ما را دیدین بالاخره. وسایل آرایشی گرفتیم اما این دلم نمیشه که استفاده کنم، نمیفهم چرا. فقط دمی خانه هم هستیم، قدر زیاد بیرو هم نمیریم، اما کوشش میکنم که بخیر یگان روز که پارک رفتیم امروز سایل جان باز یگان ویدیوگکا برتان بگیریم، یگان جای مثلا دیدنی شخ ما ندیدیم. چیزی که همینه 2 ماه میشه که ما در ایران هستیم، باز میریم بخیر جایشم، چون حالا کمک مشکلات است اونا بخیر کم کم حل شود، باز بعدا برنامه خوب میسازیم از ایران. زیاد از همکارام آمدن، خدا کنه بر از اونا خوش گذشته باشد. خب دوستای عزیز، موضوع ازی که گفتیم چرا چاق شدی، چرا عروسی تپت کردی. دوستای عزیز من نمیفهم، من روزو که جا آمدم درست بعدش من گفتن که متوجه باشی که نان ایران یک قسم است که این جیب شاید شما دیده باشی، من کابل از این نداشتم. آره که من چاق شم از اینجا میفهم. میگن نان ایران آدم چاق میکنه، نمیفهمیدم من، حالا میفهم. حالا به خاطر نان خورده ما کم کردیم، کمک چاق شدیم بسیار کم، نمیگم که زیاد. خب به موضوع عروسی دوستای عزیز یک چیز براتون بگویم که شما خب میفهمین که یوتیوب یک چیزی است که مثلا بعض گپا و سخنایی که مثلا در فامیل میشه طبیعی است که مندازن درست بعض گپاش. من نمیفهم چطور این سوال در فکرتان خلق شد. میخواین که مرا از نظر بیننده های بندازین یا هم چی میگن دوستایی که علاقمند ما هست میخواین ما را از چشم از اونا بندازین که دیگه گپا. پس لطفاً خواهش است که این گپایی که مثلا راست نیست نگوین. مثلا این که معروسی کردیم چینل خدا فروختیم، معروسی کردیم اینجا آمدیم. تو به خدایا دوستای عزیز یک براتون بگم، من که عروسی کنم من در کابل عروسی میکنم. البته من در ایران نمیم عروسی کنم، ایران جایی نیست که آدم عروسی کنه، بسیار قیمت از بچه مردکه بیچاره خلاص اگه تباه میشه پیسه که مثلا اگر در کابل 1 لک 2 لک 2.5 لک جمع کنه اینجا دیگه است میلیون و نمیفهمم پشت میلیون چی میه، میلیارد چی است از اون هم تیر میشه. از همین خاطر زیاد گپ زدید، زیاد گفتین نکنین دوستا، لطفا من از چشم بیننده های عزیز ما نندازین.
وقت چلا ندارم. چی میگن دیروز روزا رنگ پوستم تغییر کرده، ایران موندیم چرا حتما خوب شدیم تو به خدای. خب نامزد نشدیم، عروسی نکردیم و تصمیم فعلا ندارم که عروسی کنم. ما خود دیگر آواره نیستیم دوستای عزیز، خودتان میفهمید. دیگر آواره نیستیم که نامزاد شایم و هم نامزاد ما چون اصلی است نیست و بسیاری کسایی که عروسی کردن و بالاخره یک طفل هم دارن و بعضی کسایی که بیخی عروسی کرده بودن پت کرده بودن تا که بالاخره داستان عاشقیشون شروع شد از کجا، و کسایی که فعلا تازه به خاطر چند پای یوتیوب چی میگن نامزاد میشن یا عروسی میکنن رو بیه پرتو. خب ما در قصه از او نیستیم، اگر اونا هم قصه میکنن بکنن، اما یک چیز براتان بگویم شاید باز ما فرق کنیم. اگر من عروسی هم کنم نامزادم شم فعلا خود نیستم نشدیم، نمیخوایم همگانی شد، چرا یک زندگی شخصی است و زندگی شخصی ما مربوط خود ما میشه. نه ای که بیخی فیلم بگیریم بندازیم و مثلا اگر من کسی را بگیرم که او به می کارا خوش نباشه و جهانی نشه عروسی کرشمه، به این خاطر شاید من نگیرم. از این خاطر دوستان عزیز خواستم امروز به شما برنامه بگیرم. هر کس دلش هر کس کارش هم لطفا به این پشت امی گپای نق نگردین. کسی که مثلا یک کار نکرده پشت از او گپ جور نکنید، چی فایده به شما میرسانه؟ ای گپ به کسایی بود که هم قسم پشت ما گپ زده بودن، دوستایی که ما را دوست دارن. تشکر، ما هم دوستتان داریم خیلی زیاد، واقعا محبت هستین، واقعا عزیز هستین همگیتان بر من. از این که همه قسم چی میگن به من ارزش میتین، واقعا شما یک دنیا ارزش میتین. تشکر زیاد از همگیتان. هر وقت که باز عروسی کردم خیر باشه، اگر در فیسبوک اگر در یوتیوب هم ننداختم باز خیر است، یک عکس فقط میمونم به خاطر علاقه‌مندای و به خاطر دوستای ما که ناراحت نشن. اما هر کس دلشان ما به خاطر دروغگویی، به خاطر کدام گپ و به خاطر کدام ویو و سابسکرایب ما بالا بره کدام چیز دروغ جور نمیکنیم و تا حال خود نکردیم. شکر خدا بعد از این کش میکنیم که نشه. دوستای عزیز قربان محبتتان، قربان لطفتان، تشکر از اینکه همراه ما بودین و خدا کنه که سوالاتتان جوابش گرفته باشین، سوالاتتان رفع شده باشه. اگر کدام سوال باقی مانده بود باز میشه در صفحه کامنت به ما نوشته کنین. در برنامه بعدی باز ان شاء الله یک برنامه میگیریم و به شما توضیح میدم. این هم بود برنامه امروز ما. تشکر از همراهیتان. من دیگه تقریبا یک ساعت نیم ساعت شد با همراهش ما قصه دارم. برون باید به خاطر آل خود دیگه شدم دیگه باید به خاطر شام نان آماده بسازم. قربانتان، تشکر. بیننده برنامه ما باشین. یوتیوب چینل برام سابسکرایب کنین، لایک کنین و منتظر حمایت شما هستید. تا برنامه بعد، خیلی خدا نگهدار.